سلام چکیم بازم واسه ما حاشیه درست کردن. نمیدونم دشمنی چیزی داریم اینا رو میره پخش میکنه تو پیج چیه این همه ما کار خیر انجام دادیم. نمیدونم تو سیستان بلوچستان رفتم برای هموطنامون پل ساختم. نمیدونم پسری که آرزوشین بود معلولیت داشتش کمر به پایین نداشت توی تیم ملی والیبال باشه رفتم براش خونه گرفتم. برای یکی از خبرنگارا رفتم خونه رنگ کردم. خرج عروسی یه نفر رو دادم و هزاران کار دیگه. نمیدونم توی کرونا ژل و دستکش و ماسک رایگان به مردم دادم. به اعدامی نجات دادم. اینا هیچ کدوم تیت نمیشه. میگم من اگه بادیگارد داشته باشم شما بیا توف کن تو صورتم بزن تو دهنم. خب ما میریم یک جایی جمعیت اینقدر زیاد میاد خود اون طرفی که دعوت میکنه گروه تشریفات میذاره برای اینکه برای بقیه کسایی که اونجا دارن کاسبی میکنن و اینا مشکلی پیش نیاد. یعنی این مقصرش من نیستم واقعا. و نمیدونم مشهد 4000 نفر اومدن تو یک جای یه جای دیگه 2500 نفر اومدن. بابل رفتم 4000 نفر اومدن. یزد رفتم 3000 نفر اومدن. من تا جایی که بتونم وای میسم با مردم عکس میگیرم و یه جایی به بعد از توان آدم خارج میشه واقعا و مجبورمون میکنم. من دسفول اجرا داشتم سر این که با مردم عکس گرفتم و اصلا نرفتم سمت گروه بادیگاردا دادگاهیم کردن. اینا رو در نظر بگیرین تو رو قرآن چه حاشیه‌ای میسازی.